شاه جوان محمدرضا پهلوی قرار است از نمایشگاه کشاورزی بازدید کند. اما هیچ کس نمی داند که چند لحظه بعد صدای گلوله‌هایی سکوت پایتخت را می شکند و سرنوشت ایران برای همیشه تغییر می کند. شاه سوار بر یک اتومبیل شورلت سیاه رنگ وارد محوطه دانشگاه می شود. جمعیتی کوچک گرد آمدند. یکی از خبرنگاران روزنامه پرچم اسلام دوربین به دست جلو می آید. نامش ناصر فخرآرایی است. اما خبرنگار نیست. با قدم‌های آهسته جلو می آید. ناگهان از میان لباسش اسلحه‌ای بیرون می کشد و 5 گلوله شلیک می کند. 4 گلوله به هدف نمی خورند، اما گلوله 5م شانه شاه را خراش می دهد. بلافاصله ماموران به او حمله می کنند و ضارب را همانجا می کشند. ناصر فخرآرایی کیست؟ اهل شهر ری بود. روحیه‌ای ناپایدار داشت و از خانواده‌ای مذهبی می آمد. روزنامه‌نگار نبود، اما به لطف روابط خاص در روزنامه‌ای که در خدمت جناح مذهبی و فداییان اسلام بود رفت و آمد داشت. برخی گفتند او تنها بوده و برخی دیگر گفتند که مهره‌ای بوده در بازی بسیار بزرگتر. در کمتر از چند ساعت دولت وقت سقوط کرد. احمد قوام نخست وزیر مقتدر آن زمان مجبور به استعفا شد. شاه با چهره‌ای باندپیچی شده در رادیو حاضر شد و گفت خدا خواست که زنده بمانم. فضا شدیداً امنیتی بود. فداییان اسلام، حزب توده و حتی آیت الله کاشانی هدف قرار گرفتند. دستگیری‌ها آغاز شد. برخی چهره‌ها اعدام شدند. برخی مثل نواب صفوی مدتی کوتاه زندانی شدند. اما سؤالی باقی ماند. آیا این ترور صرفاً کار یک دیوانه بوده یا توطئه‌ای برنامه‌ریزی شده برای حذف مخالفان سیاسی؟ برخی منابع مثل حسین مکی مدعی شدند که این نقشه توسط خود دربار کشیده شده بود تا دولت قوام و چپ‌ها را حذف کند. برخی دیگر از رد پای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی می‌گفتند. ترور نافرجام محمدرضا شاه در 15 بهمن 1327 پیش از آنکه یک سوء قصد ساده باشد، نقطه عطفی در تاریخ ایران شد. نقطه‌ای که از آن به بعد حکومت امنیتی تر شد و ناصر فخرآرایی نامش در تاریخ گم شد. اما شلیک‌های او لرزه به پیکر سیاست ایران انداخت. آیا این ترور واقعاً شکست خورده بود یا دقیقاً همان چیزی بود که باید اتفاق می‌افتاد؟